سلام دوستان، اومدیم با تحلیل ارز دیجیتال سولانا. دوستان همونطور که میبینین الان قیمت توی 92 دلار داره رنج میده و حدودا تو این نواحی. دوستان بعد تقریبا نواحی 95 دلار هم حدودا مقاومت داره که اگه 95 دلار رو بتونه با موفقیت بزنه صعود میکنه به ناحیه 110 دلار و بعد از اون صعود میکنه به ناحیه 117 دلار و بعد از اون که اگه بخواد بازار همجوری مثبت پیش بره تا 126 دلار هم میتونه صعود کنه. خب یه سریتون دوستان دید بلند مدت دارین که من بهتون پیشنهاد میکنم همین الان اگه 95 دلار رو زد ورودتون رو بزنید، چون الان تا 126 دلار حدودا 25-30% سود داره واسهتون. و همون نوایی میتونید یا خروجتون رو بزنید تا یه تحلیل دیگه که ما حالا مثلا شرایط رو براتون مثلا بسنجیم. و اگه دید بلند مدت دارین و الان میترسین حالا وروداتون رو بزنین به دلیل ضرر، نقاط ورود بلند مدتتون رو ما 80 دلار دوستان بهتون میدیم، 66 دلار حدودا میدیم، ناحیه 50 دلار و ناحیه 39 دلار که ایدئال ترین ناحیه هستش. و اینکه به پیشنهاد من همین هم ورودتون رو بزنین بعد از مقاومت 95. دوستان من مثلا میگم 95 دلار ورود رو بزنین، نه اینکه مثلا سری ناحیه 95 دلار رو حالا زدش حالا شما ورودتون رو بزنین، چون تا کندل بسته نشه حتی ممکنه کل کندل هر چقدر هم سود کرده باشه حالت یه شادو باشه. پس وایسید حداقل 2 تا کندل یه ساعته یا یه 4 ساعته حداقل ببنده بالای 95 دلار تا شما مثلا سیگنال قوی تری واسه ورود دریافت کنید تو این نواحی. بعد یا یه 4 ساعته بسته یا 2 تا ورودتون رو بزنید، چون احتمال زیاد ضرری نداره. ناحیه 66 دلار هم همینطور. شما بعد مثلا وایسید 66 دلار یه 2 تا مثلا واسه بلند مدت 2 تا مثلا کندل بالاش ببنده یا نواحی ببنده. اگه دیدید نمیبنده و اون موقع ورود زدید، اون موقع میتونید تا 50 دلار نزولی باشه. خب به ضرر شماست اینجا. و حتی اگه دوباره اونجا مثلا نخواد 2 تا کندل حداقل نبنده، 2 تا کندل یا تا مثلا یه روز هم نتون دووم بیاره، ممکنه تا 39 دلار بریزه. پس حواستون به کندلا باشه دوستان. و اینکه روندش دوستان ممکنه که حدودا تا همین الان هم راشو به 67 دلار کج کنه. و اگه بعد از این مقاومت که دوستان اینو هنوز معلوم نیست، اگه نتونه 95 دلار رو بزنه ممکنه تا 66 دلار دوباره دوستان نزولی باشه و بعد دوباره بره واسه پله های بالاتر. دوستان لایک و ساب یادتون نره. امیدوارم همیشه پرسود باشید.